نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام اجزای بیننده، امید است که خوب و صحتمند باشید. باز هم در خدمت شما درچه املاک شاهان هارون وزیری امروز آمدیم یک دربند حولی بسیار زیبا و فشن برتان به معرفی بگیریم. قبل از اینکه سر حولی بریم، ما فعلا در سرک قلعه حسن خان اولیا قرار داریم که زنمی گولایگک او طرف سرک عمومی کابل لوگر است که یک دقیقه فاصله داره از سرک کابل لوگر هموطن عزیزم. و این حولی در کوچه اول می باشه و یک دربند حولی بسیار زیباست که مشخصات از داخل برتان میم. قبل از او که مشخصات بریم، یک سلام و کلام با انجینر صاحب می داشته. سلام انجینر صاحب. جناب وزیر صاحب خوب هستید؟ بخیر صحتمند. خیرتی صحتمند. سلامت زنده باشید. سلام خدمت تمام بینندگان عزیز، چه در داخل از کشور است چه خارج از کشور است. از صمیم قلب تقدیم عرض میکنم، امید که ملبس با لباس عافیت باشیم. امروز باز هم آمدیم در سرک عمومی کابل لوگر قلعه حسن خان اولیا که سرکش مکمل کانکریت شدگی است که اینمی یک قسمتش تقریبا 10-15 متر کوچه، اینمی قسمت کانکریت نشده جناب وزیری صاحب که هم پول اندک میشه که کانکریت شده و تمام آب از اینمی کوچه بره بیرون و آب خود حویلی هم بیرون میبره. و اگر همی همسایه یک لطف کنن که با هم انداز کنن و قدر پیسه نمه وزیر صاحب، خود داخل صحن حویلی تماما مکملا کانکریت است و این تعمیر که مار شده به شکل تعمیر اعمار شده. چهار طرفش کوچه است و حدودا در 4.5 بسوس گراج بسیار کلان داره که نهایتا 3 الی 4 موتر خوب آزاد جای میشه. چای سپتیک داره، چای آب آشامیدنی با بازک، یعنی هم چا داره هم آب بازکش هست. یک تشناب در صحن حویلی گرفته جناب وزیری صاحب و اینی قسمتی که چقوری معلوم میشه این رای زیناست که دی هم یک اتاق ازی در اینجا تاکا داره و اینی 2 اتاقش در این قسمت. از این 2 اتاق رایش از داخل دهلیز است، از این اتاق رایش طرف بیرون است به خاطر یگان خرچ و خوراک و چوب و چخت و اینی چیزا را که جا بجای میکنن میتونن بانن. و خود اتاقای از جناب وزیری صاحب مکمل آفتاب رخ هست که نمیاله تقریبا 12:30 بجه است. اتاق آفتاب داره، آفتاب موجود است و یک فضای بسیار آرامه که هیچ سر و صدا و هیچ چیزی نیست و دسترسی به تمام چیز داره. ناگفتن همانه شفخانه هم اینجا موجود است انجینر صاحب؟ شفخانه خصوصی یک تانه تقریبا 5-6 تا شفخانه خصوصی موجود است، تقریبا از 10 تا بیشتر مکتب‌های خصوصی موجود است. دیگه بازار است، خود از مارکت انزله هر آن چیزی که بخواین موجود است. یک دسترسی بسیار آسان با خود سرک داره، یعنی 2 بجه شب هم که برین شما در سرک موتر موجود است چون سرک شاهراست. یعنی سرک 3-4 ولایت به این وصل است، مثل خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر، حتی با غزنی، وردک، حتی میشه که از این میرا غزنی وردک هم برند، از این میرا متصل است وصل است برش. یک اتاق خانه یا یک دربند حویلی بسیار آرام، بسیار زیبا و مفشن است. اگر چه قدر دکوریشن چی نکده اما اتاقکاش بسیار پاک و ستر است که حالا بعدا میبینیم. فعلا میبینیم هموطنان عزیزم صحن حولی تمام شما در تصویرات دیدین و ناگفتن همانه کسایی که میخواین خانه، زمین، آپارتمان خود به فروش برسانند میتونن که به شماره واتساپ های ما مسیج کنین. ما همیشه وقت در اسرع وقت در خدمتشان میباشیم. قبل از او که بریم سر اتاقا، این قسمت تخته هم گفته میتونیم، اتاق هم گفته میتونیم. قسمت تشناب است، میریم اولین قسمتش به معرفی میگیریم همراه انجینر صاحب که از خود صحن حولی را داره. شما میتونین دیره من حیث یک خرجخانه استفاده کنین و کسایی که بخواین به اتاق خواب هم استفاده کنن و یا کارهای دفتری، بعضی از محصلین عزیز ما هستن نیاز به جای آرام دارن، جای باشه که آزار اذیت برشان نشه، سر و صدا نباشه، همچنان میتونن که از اینجا استفاده کنن و هر قسمی که شما خواسته باشین میتونین ازش استفاده کنین. خوبی از این حولی زیبایی است هموطنان عزیزم که یک صحن حولی بسیار کلان داره. او طرف پشت سر حولی را همکار ما تصویر گرفته، او سنم برتان نشان میتیم مکمل لنتر می باشه. میم سر اولین اتاقش که ما میتونیم از این به شکل مهمانخانه هم استفاده کنیم و اتاق هم استفاده کنیم که انجینر صاحب جزئیاتش برتان میگه. جناب وزیری صاحب اولین اتاقش است که به خاطر از این 2 تا در برشانده که یکی از دهلیز است یکی هم از بیرون است
به خاطر که میتونید از به شکل مهمانخانه استفاده کنید و تشناب از این اونجا در قسمت بیرون است که هیچ اذیت و آزار به خود خانواده نمیکنه. کدام مهمانی که می اگر وضو میگیرند و اونجا میره پس میاد در داخل اتاق خود و این دروازه که مانده این دروازه به سمت دهلیز است. اتاقهای خوب ارتفاع بلند منظم، اتاقهای نه زیاد بزرگ و نه زیاد کوچک، بسیار خوب اتاقهای هست که اگر میخواین بخاری بانید بسیار زود گرم میشه. به خاطر از اینکه این 12:30 1 بجه است اون آفتاب نشانیش معلوم میشه که آفتاب رخ هست کی اتاق. و دارای 3 پنجره می باشه یا 3 کرسی هم مثلا که یک به پشت سر حولی و یک تام بر حولی، دروازه‌ش هم بالدار می باشه، کرسی داره. همچنان روشنایی از این اتاق بیشتر است دیگه اتاق است چون که هم مهمانخانه است هم دیگه است و درگاه ترکی می باشه. قسمت که شما در تصویر ببینید درگاه سابقه ترکی می باشه، خوب هست محکم که چوبای خام می باشه. رسیدیم به صحن دهلیزش. در ورودی دهلیز همچنان دو در داره که دو دروازه‌ای می باشه و خاطر وسایلی که کلان می باشه لوازم راحت بتانن داخل خانه بیارن و یا هم صحن دهلیزش است. اگر شما فرش کنین هم به نشستن استفاده میتونید و اگر نکردین میتونید که با اتاقا. این قسمت یک تشناب داره که تشنابش هم حمام شاور همه چیزش نصب است، مکمل کاشوکاری می باشه. یک تشناب بسیار کلان شما در تصویر اگر ببینید تقریبا اشتباه نکنم 2.5 در 2.5 خواهد بود، اما قدر بزرگ است و کاشوکاری می باشه. شاورش نصب است، دستشویش اینجا بایلر برقی است جناب وزیری صاحب، شما میتونید بایلر برقی را در قسمت نصب کنید. بسیار خوب بسیار خوب. اون وطنه عزیز ما زیادتر حال سهولت یافتند. قبلا خود بایلر یا نبود آب گرم میکردن، فعلا سهولت شده. رسیدیم سر اتاق دومش. اتاق دومیش هم قسمی که میبینید روشنتر به دو طرف کرسی داره، هم این طرف صحنه اولیست هم روبرو صحنه اولیست که اتاقایش دیگر دیکور نیست، دیزاین نیست، رنگای ساده است چون که لنتر است. شما باز میتونه که تغییرات بیارید. یا هم یک اتاق بسیار منظم 5 متر صاف. بله 5 در 3.5 است جناب وزیری. این اتاقش جناب وزیری صاحب اتاق دلبازی است که به خاطر نشست و برخاست خود فامیل است. بله. روبروی دروازه ورودی خود حویلی سمتش هم به خود حویلی کلکین داره، یعنی که در اینجا بشینی به تو فرش شود توشک بندازی و بالش دبانی یک گلاس چای سیاه بخوری که تو چهارمغز. اینطور گپ است انجینر صاحب که خود نزدیک چاشت است. این گپ را که میگذاریم در ما گشنه میشه. خب میرم سر اتاق بعدیش. اتاق بعدیش قبل از سر اتاق بعدی بریم این قسمت هم آشپزخانهش است. آشپزخانهش به دو طرف را داره، هم به پشت سر حولی هم به دهلیز را داره که اینطور میشه که از این قسمت به مهمانخانه نان ببره انتقال بده، از این قسمت هم میتونه و نگفتن همانه که اینی بالا جای الماریش مانده همون پولش نداشته یا دیگه همتنه عزیزم که پایین و بالا را الماری بسته کنن. به یک ترمیم نیاز داره. شما باز میتونین که خودتان پاکاری کنین، الماری نصب کنین، دیگه چیز کمبوتات نداره، رنگ و روغن جدید کنین. دش اتاقا مکمل پاک است، ستره است. صرف یک دستکاری نیاز داره. هر خانه که باشه طبعا نیاز به یک صفاکاری داره انجینر صاحب و این خانم هیچ دیگه کدام مشکلی نداره، صرف یک دستکاری نیاز داره که اونمو آشپزخانهش یا دیگهش هست بعضی مصرفش اینا کنن دیگه. جناب وزیری صاحب هر کسی که هر برادر ما یا خواهر ما که خانه خریداری میکنه حتما یک تغییرات درش میاره. این چیز طبیعی است که با میل دل خود میسازند. میتونن راویز کاری کنند، دیوارا کاغذ دیواری بگیرند، هر رقمی که خودشان خواسته باشه میتونن به اون شکل ازش استفاده کنن. و این اتاق هم یک کلکین بسیار کلان به اون سمت داره که بعد از ظهر بعد از 2 بجه 2.5 بجه باز این آفتاب داره و یک کلکین هم به طرف سمت حویلیش هست که در اونجا این کلکین هم به خاطر از اینکه دلتنگ نشه و دیگه خوبی را داره جناب وزیری صاحب که میتونه
اینمی کلکینه پس کنه اینجا بالدار بشانه بله بالدار بشانه بالدار بسازه اینی قسمت کلکینه برداره دروازه و زینه اونجا بسازن اینمی اتاق هم میشه بالدار کنه و میشه از هم به شکل مهمانخانه ازش استفاده کنن. بله بسیار یک نظریه نیک انجینر صاحب بهترین نظریه بود برای هموطنان عزیز ما کسایی که مهماندار ضیاف می باشند. رسیدیم به تحکاوش که شما میبینین دو اتاق است که طرف هم است و طرف هم است. از جا میتونین استفاده کنین به هر گونه که شما خواسته باشین. به لوازم اضافی تان به 6 تا برخاست اتاق خواب بیشتر هموطنان عزیز ما طبقه مجرد که هستن با جای از را در تحکاو میکنن چون میگه آرام است. تحکاو خوبی داره که در زمستان گرم است و در تابستان سرد. و این تحکاوی که حالا فعلا ما شما میبینیم یا دو اتاقش تحکاو است میتونن هر کسی که خواسته باشه یک در کنن از این سمت دهلیز دارن دیگر در میتونن از این سمت کوچه بانند. زینایش شوه اینمی سرطاق است اینما تو پایین میکنه دو قسمت پایین میشه از سمت بیرون هم میتونه اینمی تحکاو ازش استفاده کنه. از این قسمت هم میشه از قسمت روبروی حولی هم میشه مانند از دیگر از هر قسمتی که دلشون خواسته باشه میتونن جناب وزیر صاحب. میریم در آخر برنامه قرار داریم هموطنان عزیزم که ناگفتن همونم قیمت هم برتان نگفته بودم. قیمت هم 45 لک افغانی با جرامت. از این قسمت شما میتونین کرا بکشین. این هم زیر زینایش است که به خاطر بعضی وسایل های کوچک میتونه استفاده کنه. بالا بامب است انجینر صاحب چون که اگر کتاره داره حفاظ داره ما بریم چون اذیت به خاطر از بالا نمیتونیم رفتن بالا از گام شده بالا رفتن نمیتونیم که همسایه ها اذیت نشه. اینمی راه منزل بالایش است و این نیست راه بامش است. این نیست خاره که مانده اگر دیگه منزل میخواین مار کنه. بله اگر میخواین دین از اینمی قسمت زینا دار خورده میره بالا. بله بسیار خوب. هموطنان عزیزم سیخاش هم کشیدگی است که شما اگر خواستین منزل 2 اعمار کنین 3 اعمار کنین میتونین که سیخ بندی کنین. تمام اونمو سپل میگه سپلاش مکمل تکمیل است. کشیدگی است همکار ما احتیاط کنین که نفتین. در آخر برنامه قرار داریم که در این اثنا اگر رفتید برنامه را ادامه دادن هم میتونیم از خنده زیاد. این قسمت پشت سر اولیش است و در آخر برنامه یک تشکری خاص از انجینر صاحب میکنیم که همیشه وقت در خدمت ما بوده و در خدمت شما عزیزای بیننده بهترین موقعیت ها بهترین جاها را برتان به معرفی گرفته. کوشش و تلاش می بوده که بر شما سهولت ایجاد کنه. حتی ناگفتن همانه که ما به سمت پنجشیر رفتیم کاپیسا رفتیم همونطور تصمیم دیگه است که لوگر رفتیم و ننگرها را چهارآسیا بیشتر جاها را گشتیم. کابل جدید بیشتر بر شما هموطنان عزیزم تلاش داره که زیادتر درخواست کردن که جاهای شرعی باشه قیمتش مناسب باشه جای باشه که نزدیک به شهر باشه. همو جاها را برتان ست کرده زیاد زحمت میکشن و ناگفتن همانه که نمی اولی نزدیک به سرک عمومی نزدیک به شهر که 10 افغانی کرایه شهر است ایره برتان پیدا کرد جور کرد و قیمتش 45 لک افغانی با جور آمد که قباله شرفی کنده شرعی داره و ناگفتن همانه که لنتر است 3 اتاق امرا با تحکاو اگر حساب کنیم 6 اتاق میشه که 2 اتاق اینجا است 1 تا اونجا است ولی تحکاو دار و برق مستقل که در قیمت جور آمد میکنه. در آخر برنامه هم گفتنی های انجینر صاحب میشنویم بعد از او برنامه را ختم میکنیم. زبا پښتو وایم جناب وزیر صاحب دا ټول برنامه دغه سپارسي سو ګرانو اوریدونکو ګرانو لیدونکو ته د زړه له کومې نه سلام وړاندې کوم. امید چې د عافیت لباس په تن کې ولري. نن بیا هم راغلی یاستو ډېر خلاص وایم وزیر صاحب نن راغلی یاستو قلعه حسن خان اولیا ته د کابل لوګر په سرک باندې قرار لري. د قلعه حسن خان اولیا یو سره د کابل لوګر په سرک د بل سره د شیوکه په سرک ده. یو دربند حویلی د سه 3 اتاق لري او 3 تاکاو یعنی 3 اتاق تحکاو ده 3 اتاق سر کې ده که حساب کې 6 اتاق کېږي. خو مونږ د 5 اتاق په اساس باندې معرفي کوي ځکه چې دا یو تاکاو 2 اتاق یو په حساب
او په مجموعي قیمت باندې 45 لکه روپۍ جرامت سره نه خدای نخواسته دعوایي ده نه کوم حقوقي دعوا لري پاک صفا سوتره ده او د دې دپاره حویلۍ ډېره ښه منظمه حویلۍ ده کولی شئ تاسو د پسرلي کې یا ژمي کې د دې لمر نه استفاده وکړئ او اوړي کې دغه ځای سوری ده دغلته کولی شئ چې کوچ کېدئ دلته کره کښېنئ او کولی شئ چې دغه قسمت کې ګلان وکرئ هاغلته ونه ده هاغلته ګلان دي او یوه خبره چې د مونږ له یاده ورته سپټیک څام لري جناب وزیري صاحب سپټیک څام لري د چکلو اوبه هم لري او بازک هم لري اوبه یې هم اوس فعاله دي په دې خشکسالي کې بیا دا څا ووهله اوبه یې بیا فعاله دي نو مجموعی قیمت 45 لکه روپۍ جرامت سره ده. ممنون خیر است انجینر صاحب. تشکری میکنم از تک تک شما عزیزای بیننده. تا برنامه بعد که بنده در خدمت شما حاضر میگردیم با یک برنامه جذاب دیدنی. تمام شما را به خداوند یکتا میسپارم. زنده باد افغانستان، ژوندی دی افغانستان، یخ شسل افغانستان.